سلام دوستان، چطورید؟ من ردبوی هستم و خیلی 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 خوش اومدید به این ویدیو جدید. آقا همونطور که از تاملیت و تایتل ویدیو متوجه شدید، موضوع امروز این ویدیو درباره بزن اینجوری براتون بگم. جدیدن داخل یوتیوب و این فکر کنم زیاد دیدین این مپ کرفلند که بندیت صورتی میرقصه، اونو احتمالا فکر کنم دیده باشید. بیشتر من که دیدم. از یه جای معتبری کد کرفلندشو گیر آوردم. میخوایم بریم با هم دیگه تستش کنیم و ببینیم چی پیش میاد. Let's go. من مپشو کپی کردم، اینه بزنیم ببینیم میاد. آره همینه، درسته، دقیقا همینه. 1.500 هم تا حالا پلیش دارن. همینه. استارت رو بزنیم دیگه، اون کاستوم سبزامونم حروم نشه. بکنم کاستوم مپ کرفلند باحالی باشه. سریع هم آبا نمیتونم راه برم. دست میشه بچه من خودم یک بار پلی دادم، اونم اولش بود. سریع منم بیرون. خب نوشته 0، علامت دلار زده کنارش، اصلا بدون لابی هم اومدیم. خب هنوز که تغییری ندیدم. بچه ها راستی یه چیز عجیبی هم داخل این مپ هستش. یکی سرعت خیلی زیاد کاراکتره، یکی هم مپ اصلا زون. یا بلفز، این چه سمیه، یا خدا. بعد آهنگ خیلی سم و رومخی هم داره. احتمالاً فکر کنم باید بریم سکه جمع کنیم. بچه همین من یاد چی افتادم؟ یاد اون بازی افتادم. نجات پرستی نباشه. یه پسری شبیه پسر کرجی توی چجوری بگم بهتون، دنبال سکه میگشت، میدوید و سکه میگرفت، مثل اصفهانی ها سکه میگرفت. یاد اون افتادم چون باید بریم سکه جمع کنیم، ولی نمیدونم بازی رو به پایان نرسونم، ولی باید سکه جمع کنیم. نمیدونم برای چیه ولی باید جمع کنیم. یه دونه گل فعلا پیدا کردیم و لازم نیست لوتش کنیم، خودش دیگه لوت میکنه برامون. خب یک روند 111 تا فعلا گل گیر آوردیم. آهنگ رومخی هم داره. افتادم. آهنگش همش پلی میشه. یه سری داره میدونم بالا چیزی نداره. واقعا یکی از کلتای به عالی بازی همین، خیلی کاربردیه، واقعا به درد میخوره. اوه چه دمنگی شدیم. میتیک بزن. خیلی پوزیشن عجیبی هم داره، مثلا گانش هم دستش نگرفته. اسکوپ بگیریم. خودم این برم سوار موتورم میشه به عجیبی داره. بالا 3 اینجا احتمالا نیست اونجوری دفعه باید یه گل. آره این داره البته. چه زیاد میده گل. بعد فکر کنم داخل مپ انیمی هم باشه اگه اشتباه نکنم. بس من حس میکنم یا واقعا اونجوری شده. کلا موتورها سرعتشون خیلی کم شده. بعد کلاک تاور هم خیلی فکر کنم بودش سکه زیاد داشته باشه. سوپرمن چه ببخشید مردن کهوتی سوپرمن. خب بریم کلاک تاور. کلاک تاور آماده باش که ما آمدیم.
بچه اون ویدیو سنسی هم گذاشتم و برین ببینین، لایک کنین و سابسکرایب کنین لطفا. واقعا به سابسکرایبر خیلی نیاز دارم خانواده‌مو خیلی بزرگتر میشه. انشالله میشیم 50 تایی و وقتی که شدیم 50 تا میریم و لایو بگیریم همونطور که قول دادم. لایو بذارم خیلی قابلیت خوبی میستن، واقعا لایو به درد میخوره. ما بچه ها سوار ماشین میشیم. آقا تا 3 شماره میشون لطفا شما لایک کنید. 1 2 3. کلا یه پوزیشن داره برای سوار شدن وسایل نقلیه. بچه اون توجه نکردن زمانم داره. آره زمانم داره بچه ها. بعد ببخشید چیز شده، یه ذره ویدیو طولانی شده. داخل کامنت های چک کنین بچه ها. براتون کد کرفلندشو میذارم آخر ویدیو. عمل خواستین براتون مپشو میذارم. ببینیم پیک اصلا ببینیم پیک شلوغ هست یا نه. احتمالاً پیک انیمی باشه چون پیک همیشه شلوغه. سکه یه ذره که هیچی بیشتر از یه ذره کنده. گرفتیمش. بده 6 بریم. نگو بده 6، بده 66. احتمالا فکر کنم شلوغ باشه پیک. یکی دو تا انیمی رو پیدا کنیم. فکر کنم این گلا به یه در نمیخوره. اون شاپ آخه اون مپ شاپ هم وجود نداره. اینش عجیبه. فکر کنم مثلا توی بتل انقدر سکه باشه. کلا شاپ خالی میکنیم. احساس میکنم اینجا باید این انیمی چیزی باشه. ماشین دوباره بریم بالای پیک. یا علی سریع راحت کاشین فولتر توی مپ بتل رویال مقامی با بتل ساده باشه. واقعا خیلی کاربردیه. نمیدونم چرا فقط داخل کاستوم چیز کرفلند دانش آوردش. چه دمیجی هم میشیم. داره آهنگ میشینه باحاله. ولی یکی از سمترین مپ های بازیه. بول دارم گرفتیم. اینجا یکی دیدم کنه میچونم. ببینیم دیگه سکه چیه بچه ها. ببخشید این ادیت پیش پا افتاده. خودم تازه دارم ادیت یاد میگیرم. بعد واقعا نمیشه، سخته با گوشی ادیت کرد. اینجا گل هست. قبول کنیم واقعا با گوشی ادیت کردن سخته. اینجا فکر باید یه لوتی چیز داشته باشه معلومه. اینجا نمیشه. این مرد انکبوتی. جامپ عجیبی میزنه. نمیشه نخور. اینجا باید یه چیزی باشه. حس شیشم هم میگه اینجا چیز. یس بریم ایمان آوردیم. برو دیگه لامصب. یس. خب تا الان تقریبا 68 که گل جمع کرد. بازی خدای 7 دقیقه ها طولانی. بازم میگم بچه ها معذرت این ویدیو خورده طولانی میشه چون خود من 15 دقیقه است. من فکر کمی طولانی فکر کنم از بتل مقامی یه ذره طولانی تر باشه. بچه ها بخش یه ذره صدام گرفته، سرما خوردم.
بریم ببینیم. بریم ببینیم. بریم یه چیزی بیارین، یه چیپسی ماستی یه چیزی بیارین با همراه ویدیو بخوریم، چون واقعا ویدیو طولانیه. یه بار امتحان بریم میشه رفت بالای درخت. دمیج نشدم. اسکین یخ بینهایت هم هست. خوبه. این در نمیشه کم. اوه یکی از بهترین افتادیم اینجا شدیم. یکی از بهترین جاییه که میشه اصلا کمپ کرد. خیلی باحاله. کاش میشه داخل بتل باشه. یه دقیقه صبر کنیم بچه‌ها. یه چیز عجیب 20 تا یادم رفت. وای یادم رفت 20 تا مین داریم. میناش هم بی‌نهایت باشه. آره نه بی‌نهایتی. وای بی‌نهایت نیست. کی میشه توش نمیتره که نمیتره که بنازم نمیتره که عجیبه. اینجوری ولی هیچ انمی من ندیدم هنوز. یه چیز قرمز اون بالا دیدم. فکر کنم خیالات بوده. احتمالاً خیالاته. از بحث اصلی ویدیو دور نشیم. بریم سکه جمع کنیم. فارسی رو پاس بدهید. گل چه سکه. بر اصلا پاور و قدرت های کاراکتر هم نمیتونیم بذاریم که نه غیر فعال میشه. بچه نظرتون چیه؟ زیپلاین رو امتحان کنیم ببینیم زیپلاین چطور. خیلی از ببینم اینجا لوت داره. چه لوتی داره؟ بچه‌ها صبر کنید تحمل کنید 4 دقیقه دیگه مونده. بچه‌ها لطفاً هر ویدیویی میذارم برید و تماشاش کنید تا باش تایمم پر بشه و لایکش کنین و سابسکرایب. اگه تونستین برام یه کامنت هم بذارین که واقعا دیگه دمتون گرم. سرم روی جامپر میبینیم. جامپر چی میشه؟ خب ببینیم یه چیزایی هست. من خیلی سوت و کور شده واقعا. خدا کنه اصلا اینجوری نشه. من خیلی سوت و کور میشه اصلا آدم افسرده میشه. فکتوری نگاه اینجا هم لوت است. بنازم بنازم. خب بریم اینجا یه دونه دیگه هست. حالی کنین مردن رد بای مردن که بودی تو کامنت ها. بچه واقعا لایک کنین. واقعا میگم اصلا شما فکر نکنم تک کنین ولی خیلی به سابسکرایبر واقعا به سابسکرایبر زیاد خیلی نیاز دارم. بچه سگی هم نپینج میشه آدم. فکر کردین چی؟ رگای مردن کبوتیه ها. آهنگ هم داره گوش میده. فکر کنم اصلا کلا 2 برابر یا 4-5 برابر شده قدرت دویدن و پریدنش. اینجا پینگی هم داریم ما. وای چه پینگی. وای نتورک چرا خوردم؟ تو رو خدا درست شد. تو رو خدا وای درست شد. میتونیم از اینجا هم بریم بالا بپیمونیم. این
جایی که خیلی ممکنه. یه دقیقه مونده، مثلا یه دقیقه مردن کبوتی باران. این همه تو 1 دقیقه و نیم میتونم برم چیز. یکی از بلندترین نقاط فری فایر مال او سکه بود. این هم فکر کنم بدونی شما داخل کلاک تاوره، همون برج کلاک تاور یکیه ها. والله چیزم داره نقاط دیگه مرتفع باشه. من منطقشو نمیفهم چرا بک میپره. بدو داداش من اینور میخوام بپری. آفرین. وای بدو 50 ثانیه بچه ها، دیگه آخراشه بچه ها، آخرشه. بدو برو. یس رسیدیم. کل مپ زیر پامونه، کل مپ. وای چه دمنگی شدیم. بچه ها راستی دیگه از اینجا دیگه باید خدافزی کرد، چون سیزن بعدی قراره یه تغییرات زیادی داخل مپ بیاد و کلا مپ دگرگون بشه. فکر کنم این مپ هم یه هندی ساخته. این مپ وای فکر کنم این مپ باید با رفیقامون بریم، هر کی گل بیشتری جمع کنه اون برنده است. الان فهمیدم که اینطور هم یه باید تموم شه دیگه. حالا چند ثانیه صبر کنیم. من دیگه باید انصراف داد، احساس میکنم. بریم خودکشی کنیم، به نظرم کار عالیه. این بالاترین نقطه مثل مردن کبوتی زمان دارم خورد. چرا سه زمان شما تموم نمیشه؟ بچه ها خودکشی کنیم. بهترین کار این خودکشی کنیم. اوه خدا بیامو زده. چرا نمیمیریم؟ بریم خودکشی کنیم بهتره. آره هم از ارتفاع بهترین روشه. بهترین روش اینه ارتفاع خودمون رو بندازیم پایین. اینجا هم نمیشیم. باید انصراف داد دیگه. به اینجا نزدیک میشیم یه صدایی داره، نمیدونم چرا. بچه‌ها ولش کنیم دیگه، باید انصراف داد. واقعا مپ چرتی بود. بریم لابی، خیلی بهتره، خیلی. در کل بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همین دیگه، این بود از این. بچه‌ها اگه الانم همون مپ رو براتون کامنت میکنم، کامنت ها رو هم میخونم. خدافظ.